بچا راستی شما برنامه‌تون واسه آخر هفته چیه؟ هیچ آخر هفته قرار دعوا دارم. نه بابا تنها میخوای بری؟ نه بابا دو تا رفیقام میان، پرچیا زانتیا. شما میای؟ نه بابا الان دعوا دیگه خلص شده. من که آخر هفته میرم اندرتور دور فقط داف بازی دیگ بازی. خوشحال 200 همه به تو پا میدن. من هر موقع میرم اونجا هیچکی نگاهم نمیکنه. بابا به خاطر این استایل داغونت دیگه علم محمد. تو بعد جلو رو بکشی پایین، عقب بکشی بالا، یه هدلایت بندازی رو چراغات. نه اینجوری هم که میگه قشنگ نیست، ولی یه ذره به این تیپ و استایل برس. حاجی من هر کاری میکنم این اسپورت اصلا به من نمیاد. ای بابا حالا اینا رو ولش کن. یا اگه رپ چیزی بذار جنگ اون بیاد بالا هد بزنی. نه داداش رپ چیه؟ بذار رادیو بذارم اخبار گوش کنیم ببینیم چه خبره. به خاطر این اخلاقای پیرمردی هیچی بهت ما نمیده. بابا این سوسول بازی‌ها چیه؟ یه محسن لرستانی پلی کن، بندازیم تو اتوبان 200 تا پر کنیم نور بالا بزنیم بقیه لای بازی. خیلی خطرناکه. داداش شما این همه سرعت بینه خطرناک نیست؟ یه وقت تصادفی چیزی نکنید. ببین فوفور، ما هم دست فرمونم خوبه، هم ماشینم بیمه دعای مادره. بابا تو خیلی خزیه ذره خودتو بروز کن. میتونی بری با دال ماشینتو بیمه کنی. تازه اقساط اجتماع هم دارن. اینترنتی خیلی هم ساده است. آقا من کم کم دیگه برم 6 صبح باید اداره باشم. آخ زندگی کارمندی هم سخته. آره تو راستی سر کار نرفتی؟ نه من خونم از بابام پول میگیرم، بیکارم. میخوای بیا وردست خودم کار کن، هم هیجانش بالا هم پولش خوبه. نه کار شما خلاف به رویای من نمیسازه. میخوای بیای اداره ما؟ نه بابا این کاروار چیه؟ فقط داف بازی، فکر بازی.